اول سخنان احمد مسعود مزدور رو بشنویم ببینیم چی میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. نصیحت گوش نکردید. روز اول بنده برات کلیپ فرستادم، نصیحتت کردم در ملأ عام، در تلویزیون که با دولت اسلامی نجنگ، اسلحه بر ندار. خوبه که الان اینجوری رسوا شدید و در به در شدید. بهتر نبود که مثل کرزایی، مثل عبدالله از سایه عفو طالبان استفاده بکنید و بشینید دنبال پول و مقام نباشید، فریب اون یهودی را که اونجا پیشت هست نخورید؟ شهادت هموطنان و فرزندان صدیقی سرزمین را خدمت خانواده محترمشان. نه اینا شهید نشدن، اینا که در مقابل دولت اسلامی جنگ وایستادن شهید نیستند، اینا متمردند، باقیند. ملت شهید پرور افغانستان تبریک و تسلیت عرض میکنه. تسلیت آقا، تسلیت چیه؟ تسلیت؟ افغانستان در ماه‌های گذشته جنگ‌های فراوانی را شاهد بود و مردم ما در اقصا نقاط مختلف مقاومت کردند و استادگی نمودند، تا اینکه متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم شما که در مقابل طالبان وایستادن کار خوبی کردن، کار بدی کردن. اینا مردم نبودن، دولت بوده که تا امریکا پشت رو خالی کرد چند روز بیشتر باقی نمون. این مردم شدن؟ اگر مردم با شما بودند که پنجشیر سقوط نمی کرد، اگر مردم با شما بودند که غنی فرار نمی کرد، اگر مردم با شما بودند که 350,000 نفر ارتشی که امریکا 20 سال براش مصرف کرده مثل نمک آب نمی شدند که. مردم با طالبان هستند. عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت و جغرافیای اندراب و پنجشیر رسید. این مقاومت نیست. در مقابل مسلمان مقاومت کردن این بغاوته. مزدور شدن امریکا در زیر سایه دشمنان اسلام، در زیر سایه اشغالگران ایستادن و بر علیه مسلمانان و مجاهدان جنگیدن، این بغاوته. جبهه مقاومت ملی به خاطر دفاع از عزت، سلامت، استقلال، آزادی و عدالت مبارزه خود به خاطر دفاع از این ارزش‌ها شروع کرد. این جبهه مقاومت نیست، جبهه مزدوریه. جبهه خائنان مزدوری است که دنبال مال و مقام سابق هستند. دیروز بعد از اعلامیه علمای سرتاسر کشور، جبهه مقاومت ملی فیصله علما را نهایی همه تلویزیون های ضد اسلام شما نگاه کنید از ایشون طرفداری میکنن. انسان از دوستان و دشمنان شناخته میشه. لا تقول لی من انت، قل لی من ترافق اقول لك من انت. به من نگو که تو که هستی، بگو که با که همراهی، من میگم که اون موقع تو که هستی. هرچی اسلام ستیز تو دنیا از این آقا دفاع میکنه. بله. و از طالبان بدگویی میکنه. لبیک گفت و احترام گذاشت. اما طالب ها خوشبختانه که طینت واقعی خود را نشان دادن و بالاخره برخلاف چیزی که در ظاهر میگفتن نشان دادن که نه باوری به شریعت دارن. نه اینا افتراء، اتهامه. اگر باور به شریعت نمی داشتن با شما گفتگو نمی کردن، روز اول می اومدن لگدمارت می کردن، تمام شده رفت. همچنان که هیچ مقاومتی نکردی، نتونستید بکنید. امریکا و ناتو نتونستن مقاومت کنن، شما میتونید مقاومت کنید؟ 42 کشور نتونست مقاومت کنه، شما میتونید مقاومت کنید؟ با شما گفتگو کردند، اعلام کردند، لیکن شما دنبال دنیایی، اینقدر پول میخوام، اینقدر فلان میخوام، اینقدر مال میخوام، به پدر من کاری نداشته باشید، به قبری را که بتخانه شده بوده کاری نداشته باشید. این شرط شروطا قابل قبول نیست. نه باور نه به قرآن دارن و نه فیصله علمای سر. نه اینا افتراءه، اینا افتراء، تهمته. باور به قرآن ندارن. 20 سال در مقابل بزرگترین کشورهای دنیا جنگیدن، باور به قرآن ندارن. شما باور داری که مزدورشون بودید؟ تا سر افغانستان باورمند هستن و بعد از
فیصله علما اونا حملات گسترده خود برخلاف فیصله بالای ملت و مردم ما شروع کردن که باعث کشته شدن تعداد زیادی از هموطنای ما از جمله بخشی از خانواده ما شد. ما نه تنها با این شهدا جگرخون و ضعیف نیستیم، بلکه از دیرباز چه خانواده ما مثل تمام خانواده های دیگر به خاطر عزت، به خاطر دین، به خاطر خدا. آقا به خاطر دین و خدا نگو، به خاطر دین و خدا. اولا اونا از شما عالمترن، تو فارغ شده مدارس انگلیس هستید، اونا مدارس دینی درس خوندن. این یک. ثانیا اگه به خاطر خدا و دین میگی، چرا حاکمیت دین رو قبول نمیکنید؟ و به خاطر افغانستان مبارزه کردیم و شهید دادیم. هموطنان عزیز، امروز اتفاقاتی که افتی در روان است تصویر کوچکی از آینده افغانستان میباشد. آینده که بیگانه ها به کمک این افرادشان بیگانه ها امریکا بیگانه نبود، فرانسه بیگانه نبود، 42 کشور ناتو و غیر ناتو بیگانه نبودن. الان طالبان بیگانه هستند. فرض کنید آقا پاکستان بیگانه شد، پاکستان یه دولت مسلمان ازش کمک بگیرن بهتر از این که از دولت‌های کافر کمک بگیرن. فرضاً طالبان که رد میکنه، فرضاً میگم به کمک این نماینده ها و مزدورانشان میخواهند افغانستان پیاده بکنند و اوی تصویر تهمت زدن که بین سیاسیون شکلات خوردنه. نیست که افغانستان یک افغانستان عقب مونده باشه، تاریک، بدور از هر گونه فرهنگ و هنر، اتحاد و اتفاق و فرهنگ و هنر، رقص و دانس، کازینو، نمیدونم دیگه چی. همچنین افغانستانی که در یک انزوای سیاسی اقتصادی توسط